مولا 4000 تا شاگرد داشت که به اینها آموزش میداد. از این 4000 تا تاریخ ثبت کرده یه دونه شیعه بوده که اونم ملازم آقا بوده، تازه قد و قوارش در حد دکترا و اینا نبوده. آبدارچی مولا بوده هارون مکی. از عراق، از ایران، از فارس اینا اومدن گفتن آقا جان بعد از امام حسین الان شمشیرها آماده است، شرایط آماده است، آقا جان چرا قیام نمی کنید شما؟ همون حرفایی که به امام حسن می زدن یا مذل المؤمنین خبیث ها، آقا جان قیام کن، الان اینها باغات آماده است، میوه ها فلان، اینها باز 2 مرتبه برای امام جعفر صادق شروع کردن خوندن. آقای فرمودن این که به نظر نمیرسه که شما پای کار باشید، وقتش نیست. 2 مرتبه شروع کردن مولا رو نصیحت کردن، آقا جان الان وقتشه، الان کن. در همین بین اینها ملازم آقا هارون مکی اومد تو. همین اومد تو، مولا بغلش تنوری آماده و حی بود. گفت هارون، گفت جانم به قربان شما سیدی و مولایی به ابی انت و امی. گفتش بفرمایید آقا جانم. گفت در تنور رو باز کن، برو تو تنور. هارون رفت در رو باز کرد، رفت تو تنور نشست، در رو کشید روی خوده. اینا نگاه کردن مولا آخه این چه فرمایش غیر عقلی، آقا جان فلان. شروع کردن باز 2 مرتبه از همین مدلی که مقام معظم رهبری رو هی نصیحت میکنن، آقا جان کرکره بکش پایین، الان وقت مبارزه با آمریکا نیست، الان باید تعامل کنیم، الان شرایط برده، الان وقت بازیه و همه چیزهایی که دروسی که از شیطان در آکادمی هاشون خوندن و حتی دکترا هم به دروغ ها بهشون دادند نصیحت میکنند مولا رو. بعد از چند دقیقه اینها بال زدند و این شرایط میدیدند، مولا گفتش هارون بیا بیرون. هارون بردن و سلاما، چون ابراهیم آتیش براش بردن و سلام. مولا اونجا فرمود که اگر بنا به روایتی چند تا آقا سید 10 تا چنین چیزی، حالا کمتر از این تعداد هارون میداشتم میزدم به دشمن. یه جمله از حسن باقری رحمت الله علیه، فرمانده ما اطلاعات عملیاتی ها در جنگ، جمله معروفی داره، میگه که آی تاریخ بنویس که اگر آقا امام جعفر صادق رئیس مکتب ما یه دونه هارون مکی داشت، امروز آقا روح الله هزاران هارون مکی داره که به فرمانش زمین و زمان و کن فیکون. هارون مکی داشته آقا روح الله، نه یکی دوتا که اصلا آقا روح الله رو ندیدن باهاش محاجه بخوان بکنن. آقا بهشون همت با یه رده نه با 2 رده واسطه بهشون گفته این کانال ولفجر مقدماتیه، میرید میمونید اونجا، خطه تا نگفتم نمیاید، تا همین الان تو کانالت. و چند ساله همین جور دارن میادن از کانال. مثلا تقدیر اینه که تو اینا رو بعد از 3 دهه رو کف تریدی ببینی. بعد از 3 دهه کجا بودی عزیز؟ من کجا بودم؟ تو کجا بودی؟ من تو کانال کمیل دارم خط نگه میدارم، تو کجا خط نگه میداری؟ یه چالوس رو دادن دست من و تو، روزی نگه داری، فرماندار، بخشدار، استاندار، ناراحتی از تندی حرف من، تو خط نگه داری، من خط نگه دارم. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، الناس علی دین ملوکهم. این ملوک تو استخر فرح چرا سکته زدن؟ سوال کردم، چه ناراحت جامعه. مولا امام جعفر صادق کجا امر کرد که 4 دهه کلید فاحش خونه فرح دستت باشه، بعد خدا مقدر کنه اینجوری تو اونجا به عنوان امیر کبیر ایران، سردار سازندگی، اونجا سکته بزنی؟
امروز بگن سعید قاسمی مرد، فردا خبر به شما بدم. ما خبر داریم سرداره بودش داد بیداد میکرد، مرد. کجا مرده اینا؟ هیچ استخر فرح، چیز خونه فرح. نمیخندید شما؟ روز تاسوعا خودت کتاب نوشتی، گفتی من روز تاسوعا اهل بیت و وجده مردم صدر لطیان اسکی بازی. ارمنی ها تو محل ما این کارو نمی کنن، تو چجوری کتاب نوشتی؟ این داده بیداده حزب الله ناراحته، میگن نه نگو اینا، جوابشو باید بدی، جوابشو باید بدی. شما جواب بدی. مگه سخت بده؟ مگه فلان بوده؟ همه میرن، همه علما میرن. خاک بر سر نظامی که همه علماش برن استخر فرح. بدبختیم به خاطر همین دیگه. چی بگی دیوونه ایم بریم گیر بدیم؟ چرا دیروز ترتیب بندیت تو ماشین داشتن میدادن؟ دیوونه ایم، اون نباید گیر بدیم. خودت تو وقتی رعایت نمی کنی، من سردار وقتی رعایت نمی کنم، الناس علی دین ملوکهم.